علیکم و رحمت الله و برکاته. الله وبرکاته. بسیار خوش اومدین جناب ماموستای عزیز. منت گذاشتیم در واقع به ما که تشریف آوردیم به لایو ما. اگر سلام علیکی است بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و سروران گرامی. حضرت عالی که لطف فرمودید که بنده رو دعوت فرمودین به این لایو. انشاءالله همونطور که از سخنان گوهربار حضرت عالی قبلا در استوری ها معلوم بود، مسائل مطالبی رو در مورد حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین الثانی نقشبندی نقل می‌کنیم، هرچند که همونطور که حضرت علی اشاره فرمودید من بنده به شخص خودم رو عرض می‌کنم لیاقت صحبت کردن در مورد چنین شخص بزرگی رو نداریم، اما همونطور که طبق قاعده علم اصول ما لا یدرک کله لا یترک کله، هر آنچه که کاملش رو درک نمی کنیم نمیشه کاملش هم ترک کنیم. ما درک عظمت ایشون رو نمی کنیم ولی نمیشه ترک اوصاف ایشون هم بکنیم، بلکه باید طبق اثر شریف تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین ذکر این بزرگان رو بکنیم به امید این که خداوند منان رحمتش رو بر ما جاری کنه. بنده در خدمت هستم. ممنونم. همین ابتدا عذرخواهی میکنم هم خدمت حضرت عالی هم بقیه دوستان اگر در فارسی ما نقصی هست، بیان مطالبی رو معانی رو اونطور که لازمه نتونیم تو الفاظمون بیان کنیم، از همین ابتدا عذرخواهی میکنم. نه نیاز به عذرخواهی نیست، ما هم خیلی جا فارسی خوب بلد نیستیم صحبت کنیم، زبان مادری مهمه قربان. عرضم اتفاقا ما رو یاد حضرت شیخ میندازه که ایشون هم با همین لهجه زیبای کردی در واقع تو ویدیو هم ما میبینیم با همین لهجه صحبت میکنن و برای ما لذت بخشه. قربان چند تا سوال در مورد حضرت شیخ داریم، امیدوارم که در خصوص مناقبشون میخوایم ازتون در واقع اطلاعات بگیریم، استفاده کنیم. اولین مورد در خصوص این که ایشون چه کسی بودند. اول یه معرفی کنید ایشون رو، حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی شریف رو، و بعد در واقع در مورد مریدهاشون و بعد در مورد کسانی که ایشون در واقع به عنوان مراد توسط یه سری افراد قبول شدن و مرید ایشون شدن و ایشون رو به عنوان مراد قبول کردن، در مورد این هم صحبت خواهیم کرد. اول در مورد شیخ عثمان کیست؟ در مورد این صحبت بکنیم، یه توضیح مورد می‌ذارم. سلام باشین. حضرت شیخ اسم کاملشون رو اگه بخوایم بگیم مقدمتاً باید چیزی رو عرض کنم خدمتتون انشاءالله. اینه که ما میگیم خداوند بزرگه. خب بزرگی خدا در حدیه که هر کسی خودشو، یعنی هر کسی نسبت پیدا میکنه به سوی خدا اونم بزرگ میشه. مثلا الان ما میگیم فرستاده، رسول، خیلی فرستاده داریم ولی همین که رسول اضافه میشه به سوی الله میشه رسول الله، این خیلی عظمه، یعنی عظمت دیگریه. مثلا وقتی انبیاء اولیاء به سوی خدا اضافه میشن، مثلا انبیاء الله، اولیاء الله، این خودش یه عظمتی پیدا میکنه این وسط، چون عظمت واقعی مال خداست. هر کسی نسبتی داده بشه به سوی خدا، نسبت حقیقی و واقعی، اون عظمت پیدا میکنه. حضرت شیخ هم یکی بودن از این دوستان خدا، یکی بودن از اولیاء الله. اسم کاملشون حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین الثانی نقشبندی، از خانواده متدین که چندین نسلشون از مشایخ بزرگ نقشبندی بودن. ایشان پسر حضرت شیخ محمد علاءالدین، ایشان هم پسر حضرت شیخ عمر ضیاءالدین و ایشان پسر حضرت شیخ عثمان سراج الدین اول بودن. قبل از اون
فقط مسئله سیادتشون بوده که ایشان سید هستن و از اولاد پیامبر هستن، از سادات نعیمی که میرسن به حضرت حسین رضی الله عنهم اجمعین. اما از خودشون که بگیریم، خودشون و پدرشون و پدر بزرگشون و پدر بزرگشون اینا مرشد بودن دیگه، علاوه بر چندین نفر از عموزاده ها و عمو و پسر عمو اینا چند نفریشون هم مرشد بودن و ارشاد کردن. ایشون حضرت شیخ که بحثمون در مورد ایشون است، در سال 1373 هجری شمسی 1273 هجری شمسی در روستای صفی آباد نزدیک جوانرود استان کرمانشاه پا به جهان گشودن و به دنیا اومدن و به حساب شمسی هم حساب کنیم نزدیک 102 سال عمر شریفشون بوده، یعنی سال 1375 شمسی در ترکیه دنیا رو به درود گفتند و از این خانواده بزرگ بودن. و قبل از به دنیا آمدنشون هم حضرت شیخ عمر پدر بزرگشون مژده آمدنش رو داده به پسرشون که حضرت شیخ علاءالدین بوده که چنین پسری به دنیا میاد و اسمش رو میذاریم عثمان، به اسم پدر ایشون که حضرت سراج الدین محمد، حضرت عثمان سراج الدین اول، و ایشون هم حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانی بودن. این بیوگرافی مختصری در مورد ایشون بود. بعدش هم همونطور که اشاره فرمودید ما مختصر بحثایی، برای میگم مختصر چون هرچی بگیم کم گفتیم، مختصر بحثایی هم داریم در مورد مریدین ایشون که ایشان خدماتشون و چه مریدهایی رو پرورده کردن. یه شعر کردی هست برای دوستانی که کردزبان هستن و معنا میکنیم فارسیشو. حضرت شمس قریشی یکی بوده از مولودنامه سراهای کردستان. ایشان در یک بیت شعری نوشتن هر ولی بو مرشد ناشه، ولی اوی مرشد اوی ولی تاشه. ایشان فرمودن هر ولی لیاقت مرشد شدن نداره، مرشد آن است که ولی درست کند. عظمت حضرت شیخ، من در این ابتدا یه چیزو بگم که تا آخر بحث همینه. عظمت حضرت شیخ در این بوده کسانی رو درست کرده که اونا عالم بودن، اونا ولی بودن، اونا خدمتگزار مردم بودن. و ببین کسی که بتونه علما رو درست کنه، خادمین مردم رو درست کنه، قاری های قرآن رو درست کنه، طلاب علوم دینی رو درست کنه در نهایت علم و ادب و احترام و اخلاق، اون کس کیه؟ ما میخوایم در این مورد سخنانی رو بگیم. حالا اگر شما فرمایشی دارید در این میان بنده یک بحثی موسا بگم که دوستان، بحثی که موسای عزیز فرمودن، استاد عزیز گفتن، بنده در شمالی ترین نقطه ایران در کیلومتر 60 مرزی در واقع ترکمنستان، این خدماتی که ایشون دارن میگن و بنده و خانوادم به عینه به چشم دیدیم. چطور؟ همین حوزه‌ای که دارین شما در پیج ما میبینین عکسشو، این حوزه در واقع توسط دستور حضرت شیخ عثمان دوباره بازسازی شد و به دستور مستقیم ایشون و کمک‌های استاد رکن‌الدین یارجان آخوند این دوباره بازسازی شد، راه افتاد. این یک کرامت مشخص و بارزه، چون از سال 1960 الی 1960 میشه اگه اشتباه نکنم تا در واقع 1940 الی 1980 تا 90 کلا تعطیل بوده که بعدش پسر سید قلبیشان میاد اینو فقط نماز جمعه میخونه و دیگه طلبه نیست. اما حضرت شیخ عثمان میاد دستور میده، میگه آقا اینو دوباره راه بندازید. یک خدمات ایشون فقط همینه. حالا شما در نظر بگیرید گستره مریدهای ایشون رو که کوچکترینش مثلا بوده فلان آقای خلیلی در روستای کوچیک کریمیشان که همچین خدمت کرده. خواستم فقط یه مثال زده باشم. شما در مورد همین خدماتی که ایشون انجام دادن و مریدهایی که تربیت کردن ادامه بحثتون رو بفرمایید موسی. بله در خدمتم.
والا در این مورد که ایشون از نوادگان حضرت در این مورد که ایشون از نوادگان حضرت ضیاءالدین بودن، ایشون خیلی به علم و طلبگی همه دارن. شما الان فرمودید یه نکته هست در مورد حضرت شعمر که پدر بزرگشون بوده، یک نکته رو میگم و دیگه انشاءالله بعدش میریم خدمت باقی مطالب. معصم الله عبدالمجید موحدی نادری یکی از بزرگان کردستان، علمای علام کردستان، فرمودن چه خوش گفت دانای اندر سیر، چه خوش گفت دانای اندر سیر، که گشت اسلام آباد از 3 عمر. ایشان فرمودن یک حضرت عمر مدینه، حضرت عمر ابن عبدالعزیز و حضرت عمر ضیاءالدین. خب ایشان هم از اولاد ایشون هستن، از اولاد ایشون هستن و خیلی کاملتر و بهتر تونستن راه ایشون رو ادامه بدن و خدمت حجره رو بکنن. بزرگی حضرت شیخ و ما اگه بیایم از چند جهت، مثلا مطالبی که من میخوام بگم، من میخوام حضرت شیخ این قسمتی رو تخصیص بدم به علمای اسلام. این یک قسمتیش، قسمتی یعنی علمایی که پرورده کرده، علمایی که درست کرده در حجره ها، در مدارس دینی. قسمتیشو در مورد خدمات کشاورزی حضرت شیخ، باغداری حضرت شیخ برای منطقه که چه خدمت عمده‌ای رو انجام فرمودن. قسمتیش رو میخوام در مورد پزشکی حضرت شیخ و حتی در نهایت در مورد کسانی که به ظاهر مثلا علاوه بر علمای دین، علاوه بر صوفیان، علاوه بر اونایی که طالب دین بودن، حتی کسانی هم بودن که مسلمان عادی بودن، شاید خیلی اهل نماز و طاعت و عبادت نبودن، مثلا یه خواننده مشهوری که اونا رو انشاءالله با اسم میاریم، با اشاره میکنیم به اسمشون. ابتداءً در مورد علمایی که در مکتب حضرت شیخ پرورده شدن، همونطور که شما فرمودید الان در دورترین نقطه، یعنی الان ما و شما تقریبا از لحاظ مسافت جغرافیایی خیلی از هم دوریم. این برکت حضرت شیخ هست که ما رو به هم نزدیک کرده. اون موقع ببین اونجا چندین علما رو که شما میشناسید و مده نمیشناسد، اینجا چندین علما موجود است که من میشناسم و شما نمیشناسید. یعنی من خودم الان تو محوطه اوراماناتم، شهرستان جوانرود و سلاس دیگه، اینا زادگاه منن، سلاس بابا جان جوانرود. تو همین 2 شهرستان بخوام اسم ببرم لایف تموم میشه، کاری به بقیه ندارم، مبالغم نمی کنم، سند و مدرک میارم. ولی 2 نفر رو به عنوان گل سرسبد مجلس علمای حضرت شیخ اشاره میکنم در مناطق کردنشین به خصوص. یکی حضرت معصم الله باقر والک و دیگری حضرت معصم عبدالکریم مدرس که این 2 عالم برجسته. من اینو میگم در مورد حضرت معصم عبدالکریم مدرس، ایشون کسی بودن که 40 سال مفتی عراق بودن، 40 سال مفتی اعظم عراق، در عراقی که خب ترکیبش از بافت جمعیتیش از لحاظ مذهب شیعه و سنی، از لحاظ ملیتی کرد و ترکمان و عرب، مهم در جایی که ترکیب بافت جمعیتیش از هم، تو به جایگاهی برسی، به جایگاهی برسی که بتونی. تصویرتون ضعیف ماموسا. قربان بعضی از دوستان. خوب شد الان خوبه. دوباره رفت. الان خودتون وایستادین رفت، الان دوباره تصویرتون ماموسا. تصویرتون رفت. دوستان و برادرای عزیز من، لطفاً توی لایو ما نکنین این کارو، تو رو خدا من خواهش میکنم ازتون. نمیدونم یه سری از دوستان ماموس درخواست نمیبینن مثل
خدا دختر نصیب همتون بکنه، بیاد عینکاتون رو بشکنه خراب کنه. من الان یکی دو وقت از شکسته خراب کرد متاسفانه، وقت نمی‌کنم میگم عینک بخرم. ناموس من درخواستتون رو قبول کردم. قربان خیلی عذرخواهی میکنم، شاید از همین الان شاید پیش بیاد بله. مطلب رو ادامه بدیم. یه عبدالکریم مدرب ایشان در چنین بافتی در چنین کشوری 40 سال مفتی اعظم بودند، یعنی کسی نبوده بگه من ایشون درخواست این کارم نکردن، این درخواست نکردن میگن من میخوام مفتی اعظم بشم، خودشون کاندید کنم برای نه. عظمت علمی ایشون علما و سیاستمداران وقت حکومت عراق وادار کرده که ایشون باید نفر اول عراق باشه در از لحاظ علمی. ایشون نزدیک به 80 تألیف دارن در علوم مختلف. ایشون در مورد حضرت شیخ یک کلام خیلی بزرگی رو گفتن، کلام خیلی یعنی مبارکی رو. ازشون سوال شده که قربان نظر شما در مورد حضرت محمد عثمان سراج الدین چیه؟ فرموده ایشان کتابند و بنده بی سواد هم درکی از خوندن کتاب نداره. یعنی خیلی مهم کسانی که شخصیت حضرت استاد عبدالکریم درست میشناسن. من یکی از دوستان اولم گفتم دوستان روزی پستید ما تألیفات حضرت شیخ عثمان چی بوده؟ گفتم چندین تألیف داره، ولی یه چیزی بدون که گفتن تمام تألیفات ما ملا باقر مال ایشونه، تمام تألیفات ما مال به گفته خودشون مال ایشونه. چطور؟ گفتم برو کتاباشون رو نگاه کن، می‌فرمایند تا جایی که می‌تونن داشته کتابتی نوشتن که مرید ایشون ما تمام برکات علمی رو از ایشون گرفتیم. خب این عظمتیه. کسی که بتونه ما عبدالکریم مدرس رو درست کنه ما چی بگیم؟ کسی که بتونه ما الله باقر والد کو درست کنه، ما الله باقر والد بالغ بر 204 تألیف داره. متاسفانه خیلی هاشون الان در دسترس نیست، نسخ خطی هستن. این 204 تألیف که ما الله باقر والد در یک اسمش تعدیل شریعت و طریقت هست. در این کتاب می‌فرمایند تمام علوم من علوم بنده از اولیاء الله و در ما یک لحظه حتی به مدت 10 دقیقه بوده، به مدت 5 دقیقه بوده، علوم از بنده سلب می‌کردن به خاطر اینکه یعنی بدون بهم بفهمانند این علوم از کجاست، منبع لدنی و معنوی. اما در باقی فرمودن تمام علوم روی زمین بسوزه، من میتونم علوم دوباره بنویسم در محالات دیگه و اینو اثبات کرد در یک سفری. بله البته ببخشید صدای من دوباره میشه دیگه، من نه درسته صداتون درسته برامون درسته. من پیش خودم دوباره میاد یکم این میکنم که تمام صدای خودم دوباره میشه اینجا. نه برامون درسته، شما راحت حرفتون بزنید. اگه میخواین چیز کنین صدا رو بردارین. بله اگه میخواین راحت تفسیر کنین. عرض کنم خدمت شریفتون نه این مواسم الله باقر والک در یک سفری در خدمت حضرت شیخ بودن، رفتن سفر حج. خب در اون حج به هر حال حضرت شیخ تو اوایل یعنی این بوده که در سطح جهانی مطرح بشه، منطقه قطعا مطرح بوده، ما در سطح جهانی اوایلش بوده. ادهی میشناسنشون، ایشونو میشناسن، امام جمعه مکه و امام جمعه وقت مکه و اینا میشناسن و دعوت میکنن، میبرشون منزل و علمای دیگر برجسته عربستان رو دعوت میکنن و در خدمت حضرت شیخ. و خب چون حضرت شیخ بزرگ مجلس بوده، علمای عربستان رو به حضرت شیخ سوال میپرسن
میپرسن قربان در این هنگام معاصم الله باقر بالکم پایین جلوی در نشسته، پایین جمعیت جلوی در نشسته، جمعیت زیاد بوده، علمای زیادی بودن و اما لباس محلی ما که دیگه آداب حج و انجام دادن و اما لباس محلی ما که خیلی هاشم مثلا تار پوره بود و اینا با هم لباس ساده با همون نسبت عمامه مخصوصی هم داشتنیشون. بله در همونجا حضرت شیخ میپرسن قربان ما چندین سال هست در مورد آیاتی با علمای الازهر مصر در مذاکره هستیم، مباحثه میکنیم، نه اونا میتونن ما رو در مورد تفسیر آیات قناعت کنن. صداتون برای دوستان انگار تکراری میاد، برای من نمیاد تکراری، برای دوستان داره تکراری میاد انگار. بله والله منم همین رو عرض کردم. صدا رو یه قطع کنین دوباره وصل کنین اگه هندزفری وصله. بله نه خیر همینطوره اگه همینطوره دوباره درخواست بدیم. من دوست دارم که بشنم فقط لذت میبری وقتی در مورد از شیخ میشنم هر کسی صحبت کنم در مورد ایشون من با جان و دل گوش میکنم، به خصوص کی مثلا شاگرد استاد لقمان امینی یا در مورد شیخ. بله قربان عرض میکردم که علمای عربستان رو به حضرت شیخ در مورد آیت سوال میکنن. حضرت شیخ میفرماید ما در تفسیر آیات قرآن از نفوس قدسی علامه حضرت معاصم الله باقر استفاده میکنیم. بفرمایید جناب معاصم الله باقر شما تفسیر بفرمایید این آیات. ماموسا هم شروع میکنن به تفسیر آیات که تفسیر آیات رو شروع میکنن که در مورد اون آیات سخن میفرمایند، حرف میفرمایند. در طول این 25 دقیقه با عربی فصیح بفرمایید. مشکلی وجود داشت دوستم صدا الان خوب نبود، چطور بود؟ در بنده خوب بود صدا. درخواست رو قبول کردم. قرآن مشکل همون مسئله تفسیرمو ببندم. من تفسیرمو ببندم شما راحت‌تر صحبت کن باشه که اینترنت اذیت نکنه. بله بفرمایید. عرض کردم اون با معاصم الله باقر هم نزدیک 25 دقیقه با عربی فصیح در مورد آیات سخن میگن. علمای عربستان تعجب میکنن، میفرماید این همه علم از کجا آوردی حضرت علی؟ ایشون هم میفرماید بنده یکی از طلاب حجره حضرت شیخ محمد عثمان هستم و در واقع هر موقعی که میخوام آیتی از آیات قرآن رو تفسیر کنم پناه میبرم به وجود رابطه مبارک ایشون و ایشون از طریق ایشون متصل میشم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر و معانی آیات رو در دل بنده میگذارن و به بنده میفرمایند که این عظمتی
بسیار در مورد یعنی یکی از موردین حضرت شیخ که جناب معصم الله باقر بودن. حضرت شیخ از این جهت ببینید این دو عالم رو پرورده کردن و هزاران عالم دیگه که عرض کردم در هر جایی که میری، یعنی حجره ما نداریم در کردستانات و بسیاری از غیر کردستان، الان کردستان ایران، عراق و غیر کردستان، الان ترکمنستان و جای دیگه، کسایی که علوم دینی رو خواندند مستقیم یا غیر مستقیم نزد کسانی اون تحصیل کردن که اونا در حجره حضرت شیخ بودن، در بیاره بودن، در محمود آباد بودن، در درود شریفه بودن ایشان. یعنی مستقیم یا غیر مستقیم همه ما، حتی اون عوامی که اصلا شاید مثلا اسم حضرت شیخ و آنچنان که باعث نشنیده، مثلا یک نفر کارگری هست، یه نفر کارگری هست طلب رزق و روزی حلال خودش میکنه، شاید تو مسائل دینی زیاد وارد نباشه، اما همون عوام هم مدیون خدمات ایشونه، چون نزد عالمی در جمعه عالمی نشسته، در خطابت عالمی نشسته که اون عالم با یک واسطه یا بدون واسطه در حجره های حضرت شیخ تحصیل کرده. خب این عظمتی از لحاظ علمی و حضرت شیخ آنقدر طلاب علوم دینی را دوست داشتن، در ترکیه که این سخن واقعا بنده خودم بار اول که شنیدم خیلی متأثر شدم، خیلی تو درونم تأثیر کرد که این شخصیت چه شخصیتی بوده. در ترکیه خیلی دلشون برای عراق تنگ میشه، ایشون برای بیاره و برای طلاب بیاره میفرماین، از فرط دلتنگی میفرماین عکسی چیزی از طلاب بیاره ندارید به من نشون بدید. دوستان همونایی که خدمتشون بودن یه عکس از طلاب بیاره، عکس جدیدی بود از طلاب بیاره دستشون رسیده، میارن خدمت حضرت شیخ میفرماین قربان این جدیدترین عکسیه که از طلاب بیاره به ما رسیده. طلاب نشسته بودن یه جایی و عکس گرفتن. حضرت شیخ با اون عظمتشون میاد پای طلاب که تو عکس افتاده پای طلاب رو میبوسن و میذارن روز سر و چشم مبارک خودشون. با این حرکات کاری رو کردن که طلبه‌ای هم اگه به طلبه های مثل ما هم اگه به خدمت ایشون نرسیده شوق خواندن بگیریم. یه بار جناب معصم الله محمد امین کانیسانان از علمای برجسته و مدرس بیاره شریفه بودن، ایشونم که مشهور بوده به سعد ثانی، سعد تفتازانی، به سعد ثانی، اینقدر عالم بودن. ایشون خودشونم یکی از مریدین حضرت شیخ بودن. حضرت شیخ به نامه به حضرت شیخ می نویسن که قربان ما زیاد خرج نداریم، اگر اجازه بفرمایید تعداد طلاب رو کم کنیم. حضرت شیخ در جواب نامه می نویسند این بار که نامه نوشتین نامه بنویس، مفهومش اینطوری بوده، نامه بنویس بگو قربان خرج رو زیاد کنید، پول حقوق رو زیاد کنید که ما بهتر به طلبه ها برسیم، نه اینکه بگی طلبه ها رو کم کنیم به خاطر اینکه یعنی خرج کفاف و بده. اگه لازم باشه عمامه سر خودم رو حضرت شیخ فرمودن اگه لازم باشه عمامه سر خودم رو میفروشم برای طلاب علوم دینی. خب این منی که به خدمت حضرت شیخ نرسیدم، توفیق اینو نداشتم، وقتی این سخن رو میشنوم خب یه شوقی در من ایجاد میشه برای اینکه بهتر تفسیر قرآن رو بخونم، برای اینکه بهتر احادیث رو بخونم، بهتر علوم دینی رو بخونم. که حضرت شیخ این رو هم خودشون هم خانوادهشون این کار رو کردن. مشهور است که حضرت شیخ عمر پدر بزرگشون یه بار میشنوه تعدادی از طلبه ها اومدن در راهن بیان به بیاره برای خوندن، بیان بیاره برای خوندن تحصیل علوم دینی. حضرت شیخ عمر هم عمامشو بر میداره، اون جبه شما بهش میگیم کلاسنته، اونم بر میداره در شمائل یک نفر باغبان ساده که اون منطقه شغلشون باغبانی است،
در شکل یک بابان ساده میره به پیشوازیشون. حضرت شیخ علادین پسرشون که پدر حضرت شیخ عثمان میشن میگن قربان ما اگه شما عمامتو برمیداری، کفشاتو کنار میذاری، با پای برهنه میری، جبتو در میاری، خب ما چی کار کنیم از این پس بخوایم به پیشوازی طلبه بریم؟ اگه شما این کارو کنیم ما دیگه چی کار کنیم؟ در این موقع حضرت شیخ میفرماید، حضرت شیخ عمر میفرماید این وظیفه بنده است. نکته جالبی هم که اینجا دوباره خاطر نشان کنم اینه که طلبه ها بعضیاشون کوچک بودن، حضرت شیخ عمر که بهشون میرسه یکیشون که خیلی کوچک بوده میذاره رو دوش خودش، یکی از طلبه ها رو میذاره رو دوش خودش، وسیله هاشون هم با هر دو دست مبارکش برمیداره و دیگه راه میافتن. اون طلبه‌ای که رو دوش حضرت شیخ نمیدونستن حضرت شیخ عمره، فکر کردن یه نفر باغبان ساده است، اونی که رو دوشش بوده خیلی جنب و جوش داره و کوچیکی و اینا. حضرت شیخ عمر میفرماید مواظب باش نیفتی پسرم. ایشون میفرماید نترس امو پیش شاه عمر بیاره میرم، اون خودش حواسش بهم حد نمیذاره بیفتم. خب منظورم اینه که اینا خاندانی مخصوصا حضرت شیخ اینطور در خدمت علما بودن و این علمایی رو پرورده کردن. هر روستایی، هر شهری، هر شاعران ما، ادیبان ما، اینا همشون کسانی بودن که در مکتب عرفان و تصوف بودن، مخصوصا مشایخ دیاره و مخصوصا مخصوصتر حضرت شیخ محمد عثمان. این در مورد علما. تا اینکه بریم خدمت قاریه های قرآن. قربان جان صدا میاد براتون قربان؟ بله صدای شما میاد ولی یکم اتصالی داره، یعنی قطع و وصل میشه کم کم. انشاءالله که درست بشه، انشاءالله که درست بشه، این اتفاق نیفته دوباره. الان بهتره؟ بله خوبه الحمدلله. قربان شما الان اطلاعات خیلی زیادی دادین، هم به ما هم به دوستانی که تو لایف حاضرن. اول اینکه ممنون اینقدر با حوصله اینو نشستین توضیح دادیم. ما یه چیزی دیدیم توی روزنامه، اول اگر ممکنه اینو توضیح بدین، بعد در واقع در مورد قاری هایی که مرید حضرت شیخ بودن در مورد اون توضیح بدین. این تو روزنامه گفته بود که در واقع ابرمرد نمیدونم دقیق من چیزش یادم نیست که علم پزشکی دنیا رو به چالش کشید. بله. این ماجراش من حضور ذهن ندارم، اما خیلی ها از من پرسیدن، من نمیدونستم، در واقع نمیتونستم خوب توضیح بدم چون در عمق ماجراش نبودم، فوقش از روزنامه خونده بودم یا از کسی شنیده بودم. اگر حضور ذهن داریم اینو بگیم و بعد در مورد قاری ها. و یه آخرین مطلب هم این که دوستان، زمانی که یک مرشد یا ولی همچین تصرفی داره که محبتش در قلوب افرادی همچون علامه عبدالکریم مدرس که اصلا همه دنیا میشناسنش، اصلا بعضی شاید بگن آقا واقعا اون مثلا مرید حضرت شیخ. بله واقعا اینطوریه، همچین چیزیه. الان ماموسا اسم قاری هایی رو براتون در واقع قرائت خواهد کرد که شاید اصلا باور نکنیم بهترین قاری جهان بدون شک مرید حضرت شیخ اسلام بوده. یکی هم نه، دوتا هم نه، چند تا. ممنون میشم اول اون بحثی که گفتم توضیح بدیم، بعد بریم سر بحثی که خودتون آماده کردید. همونطور که حضرت علی فرمودید، پس ما در مورد پزشکیش باید چیزایی رو بگیم. در مورد ابرمرد قدرتشون، اینی که در روزنامه نوشته، خود مطلب روزنامه رو یادم نیست، ولی حضرت شیخ اینقدر پزشک ماهری بودند، یعنی اصلا الان مناطق کرنشین ما با تحدی میتونم بگم اونایی که
میان سال به بالا هستند، سنشون میان سال به بالاست. در استان ارومیه، در استان سنندج، در استان کرمانشاه، محال میدونم روستایی باشه، یعنی روستایی باشه با جمعیتی مثلا 50 خانواری که میان سالا به بالاشون کرامتی از پزشکی حضرت شیخ یا یکی از مریدین حضرت شیخ در مورد پزشکی، یعنی یکی از مریدینشون که نزد ایشون تعلم دیدن، نه یعنی کرامتی رو نقل نکنن. حتی کسان مثلا حتی کسانی هم که باور به زیاد مسائل عرفانی و اینا ندارن، در مورد پزشکی ایشون دیگه از هر من الشمس و پزشکیشون قبول دارن. ایشون علاوه بر این که پزشکیشون چند جهت بوده، ایشون علاوه بر این که علم طب گیاهی رو خونده و از پیشینیان به ارث برده، اونایی که تو کتاب نوشته خودشون 62 داروی ترکیبی رو خودشون ابداع کردن، یعنی 62 نسخه ترکیبی حضرت خودشون ابداع کردن. در این مورد حتی یک پزشک هست اسمش من حالا مارتین وان برونسن فکر کنم، من دقیق تلفظشون مارتین وان برونسن، دوستان اگه خواستن برن تحقیق کنن، در کتابی به نام که ترجمه شده، کتاب به نام آقا شیخ دولت، کتاب آقا شیخ دولت، در این کتاب خیلی از نسخه های حضرت شیخ رو آوردن، تجزیه و تحلیل کردن و مورد بررسی قرار دادن. این خیلی مهمه که یک نفر غیر مسلمان بیاد نسخه های ایشون رو مورد بررسی قرار بده. پس حضرت شیخ پزشکیشون چند جهته بود. یکی این که علم طب قدیمیان رو آورده، خودش هم نسخه های ابداعی داشته و جهت دیگر هم معنویات ایشون بوده. این که ایشون با معنویات، با تبرک جستن از آیات قرآن، از مقدسات اسلامی تونستن درمان خیلی از مریضی ها رو انجام بدن. اصلا یک مریضی رو یه مریضی بوده، یه بار من این مریضی رو نقل می کنم، هم کرامتی در مورد حضرت شیخ، هم در مورد طبابت ایشون و هم در مورد این که ایشون اهل تصوف واقعی بودن و مرشد واقعی بودن که دنبال جاه و شهرت و منصب و مقام نبودن. اگر ایشون دنبال جاه و منصب و شهرت و مقام بودن مثل بعضیا که به نام تصوف این کار میکنن، متاسفانه الان این همه مردم، این همه علما که خدمتشون نرسیدن هنوز در سلک و در طریقتشون باقی نمیماندن. ما همون مواسع عبدالکریم مدرس که گفتیم، ایشون بعد از این که از بیاره میرن 40 سال در بغداد بودن، فرمودن یک بار هم آب دهنم رو به بیاره ننداختن. خب این همه علما، این همه اندیشمند حتما دلایلی معنوی داشته. یه بار حضرت شیخ در خانقاه درود تشریف دارن، درود و محمود آباد، که دو تا روستا هستن کنار همدیگه، هم مرزن، فاصله 1 کیلومتری اگه کمتر، یعنی باغاشون متصل به هم دیگه. یک نفر مریض اومده خدمت حضرت شیخ و علما هم خدمتشون بوده. مریض یه چیزی مثل روپوش انداخته روی صورت و دست و پاهاش و اینا، میاد تو میگه قربان دعا کن برام که دیگه بمیرم، طاقت این زندگی رو ندارم. حضرت شیخ هم با اخلاق پیامبرگونه‌اش که ایشون عالم واقعی بودن و عالم واقعی وارث و حقیقی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، با اخلاق زیبای خودش میفرماید مریضی چیه؟ این روپوش رو بردار ببینم مریضی چیه. اون میفرماید قربان مریضیم دوا نداره، هیچ کجا دارو نداره و 2 ماه از خونه خودم بیرونم کردن، اومدم در یکی از اتاقهای خانقاه، مریدین شما به من جای دادن، به هم نان میدن، غذا میدن، احترام میگیرن، ولی چون مریضی برسه، همون برس به کردی میشه پیسی یا گلی، به فارسی میشه همون عربیونش هم میشه مریضی برس که مستریم هست و دارویی هم نداره. حضرت شیخ میفرماید من برات انشاءالله دارو می نویسم، داروها رو استفاده کن، داروها رو استفاده کردی انشاءالله خدا بهت شفا میده. ایشون هم میفرماید قربان دعا برام بکن، همتی برایم بکن، من
چیزها به شما دیدم، همتی بکن که خوب بشم. دارو به من من دارو نمیخوام، دکترای دیگه هم دارو دارم. در این موقع حضرت شیخ میفهمن نه، داروها خیلی داروهای مجرب خوبی هستند. وقتی که میره در نسخه داروها رو براش مینویسن و میفرماید برو بده به دست فلان صوفی بگو بره شهر برات تهیه کنه و اینا. ما استم الله باقر باله اونجا تشریف دارن که یکی از مریدین حضرت شیخ هستن، خودشون میفرماید قربان اینطوری که این شخص گریه میکرد و درخواست میکرد که دعایی براش بکنی که شفا پیدا دادی، من با دعای خودم ایشون رو شفا میدادم. حضرت شیخ هم میفرماید ما استم الله باقر من هم این را میدانم، اما من برایش دارو نوشتم تا فردا جایگاه مثلا خیلی زیادی برای من قائل نشه، بگه شیخ عثمان پزشکی بوده، مثل پزشک به من نگاه کنه، نه اینکه منو تقدیس کنه. یعنی ببین در چه فکری بوده. فرموده نمیخوام منو بعداً بره همه جا شایع کنه بگه شیخ با دعا منو شفا داد. فرموده من دعا رو کردم، انشاءالله خداوند عالم به ایشون شفای عاجل میدهن. داروها می بهانه ای هست انشاءالله که ایشون فکرش اینطور باشه که من به واسطه دارو شفا پیدا کردم. و اصلا خیلی وقتا از لحاظ معنی این پس دلیل بنی که داروهایشان معنوی هم بودن، علاوه بر که گیاهی بودن، ترکیب شیمیایی نداشتن، معنوی هم بودن. باور بفرمایید مناطق ما نقل میکنه، این دیگه نقل است و نقلشون به تواتر رسیده. نمک را یعنی در بعضی نمک را برای بعضی از دردها استفاده کردن که اگر مثلا من نوعی استفاده کنم شاید مریضی زیادتر بشه، مریضی بهتر بشه. اما ایشان با نفس قدسی که داشتن از جانب پروردگار، همانطور که خداوند درد و داده درمان هم را به واسطه علم پزشکی ایشون عطا فرموده به مریض. مطلب بعدی رو بفرمایید. تا حالا بله که حالا قربان ممنونم که این مطالب هم فرمودین. البته من هم از شما هم از دوستانی که توی لایو دارم وقت میذارن من عذرخواهی میکنم که حالا اینطوری شد اینترنت یا صدای منم زیاد جالب نشد، نمیدونم دلیلش چیه. و اینکه من چشممو هی چیز میکنم جسارت دارم که من عینکم شکسته، به خاطر همون هی دارم چشممو میمالم. من خسته نشدم، دارم لذت میبرم چون گفتم این سوء تفاهم پیش نیاد. قربان مسئله بعدی در خصوص اینکه چند تا از افراد سرشناس که در واقع مرید حضرت شیخ بودن رو برای برادرایی که خواهرایی که توی لایف هستن و از مریدان و منسوبان حضرت هستن در واقع ممنون میشم براشون نام ببرید و توضیح بدید که چند تا چطوری هن، اصلا هست نیست. بله، یکی از همونطور که عرض کردم دو تا عالم بزرگ رو نام بردیم. علاوه بر علمای بزرگ من میخوام الان یکی از قاری های بزرگ و طریقه به تصوف در آمدن ایشون رو بیان کنم. حضرت عبدالباسط، یعنی جناب عبدالباسط که قاری بزرگی هستن. الان بگم من عبدالباسط رو نمیشناسم، جهان اسلام کسی نیست که بگه من عبدالباسط جناب قاری القرآن عبدالباسط که حضرت شیخ برای دو قشر خیلی احترام قائل میشه. یکی طلاب و علمای دینی، دو قاری قرآن ها، اونایی که قراء قرآن بودن، خیلی احترام براشون قائل میشده. همیشه در مجلسشون مثلا استاندار بوده، بگزاده ها بودن که اونایی که منطقه ما هستن میدونن بگزاده ها اون موقع حکم زیادی